السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها یکم کس باشن. برادرها اگر باشن آواز باشه. برادرها یوتیوب آواز هست. زنده باشه انشاءالله. انا آواز که باشه شروع میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبق وعده دودگی انشاءالله که هر روز اگر خداوند فرصت برای ما داده باشه در اول برنامه یک حدیث از احادیث پیغمبر میگیم و بعدا دوام قصه دیننگینه که بلال ابن رباح بود او را انشاءالله دوام میتیم. پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام میفرمایند که به هر یک خواندن حرف قرآن 10 ثواب میگیریم. پس باز میگه که ما نمیگیم که الف لا میم یا یک حرف هستند، بلکه الف هم یک حرفه، لام هم یک حرفه، میم هم یک حرفه. این معنی را داره که اگر انسان یک بار الف لا میم گفت این را بدونه که 30 ثواب گرفت. و شخصانی که اگر بگن که شاید که ما خیلی کم قرآن خوندیم و از این سبب تیز خونده قرآن را نمیتونیم، با یک مشکلی با یک خینی قرآن میخونیم، اینا اجر دو مراتب اجر میگیرن. یکم برای قرآن خواندنشان، دوم برای سعی کردن که قرآن را بخوانند برای اونا. یعنی دو مراتب اجر میگیرن، دو مراتب زیادتر اجر میگیرن از نفری که قرآن را خوبتر و تیزتر میخوانند. برادران و خواهران عزیز، ماه رحمت است، ماه نزول قرآن است. ما از خداوند در همین ماه شریف رمضان نزول شدن قرآن شروع کردگیند. خداوند در این ماه چی میگن یک شانسای خیلی خوب دادگه برای هر یک مسلمان که اگر که یک سال غرق گناه بودی، یک سال تمام معصیت ها را کردی، الان فرصت خیلی خوب اومده است که خداوند در مدت یک ماه انشاءالله که تمام گناهات را میبخشد، اگر چه کبایر نباشند یا اینکه حق مردم نباشد، که خداوند انشاءالله دیگراش همش بخشیده میکنه. از این فرصت ها استفاده ببریم. خاصتا برادرایی که کوشش میکنن که این ماه مبارک، این ماهی که سر تا پا همش فرصت است. چقدر برادرایی داشتیم که این روزها در بر ما نیستند، این فرصت ها را ندارن که دوم باره به همین رمضان نایل بشوند، ماه شریف رمضان در روزه بگیرن. او سال ختیمان بودن، این سال همراه ما نیستند. برای همین کی میدونه که از سال دیگه با کی در بین ما هست و کی نیست. از همین لباس همین ماه بیا فکر کنیم که اخیراً رمضانی هست که خداوند برای ما فرصت دادگه. خیلی این رمضان خوب چی میگن، از رمضان خوب استفاده بریم. بعضی‌ها برای وقت گذراندن در رمضان که بهترین وقت و طاعت عبادت در رمضان است، کینوی سریال تماشا میکنن، میگن یک سریال اگر تماشا کنیم خودش اوجه روز بگاه میشود، ما هم دیگه چی وقت افطار کنی میشود. یا بسیارش بازی کامپیوتری میکنن، بسیاری دیگهش نمیدونم بیلیارد و دیگه کارات مشغول میشوند. تو همین رمضان مبارک چی میگن پایان رسید یا که همین روزه خودش تیز افطار شود، بعد بریم افطار بکنیم. یعنی گویا که وقت میگذرونن تا افطار شیدنه. از این فرصت ها خوب استفاده برای این فرصت ها را، قدر این فرصت ها را نفرایی میدونن که الان در زیر خاکن. شاید که
اونا اگر زبان ببرن برای ما حرف بزنن بگن که ای برادرها، این روزایی که این فرصت هایی که در رمضانه بهتر از دنیا و هر چی که در دنیا هست. هر مشغولیتی که دارین چیکار کنین؟ این مشغولیت ها را کنار بگذارین، از قفای طاعت عبادت بشین. برادرایی که در تیک تاک چی میکنین؟ آنلاینی تماس میگیرین، تشکر زیاد برای مهربانیتون. اما وقتی که همراه یوتیوب و اینستاگرام قطعی گپ زدیستم کمتر خلل میرسونه برادرها. بخشی زیاد که من تلفن شما را برداشته نمیتونم. شما میخواید که آنلاین صحبت بکنیم، اما در یوتیوب و اینستاگرام کمتر خلل میرسونه. ان شاء الله که برنامه تمام شد آماده ایم با همراه همه شما صحبت بکنیم. برای همین برادرها از این ماه استفاده ببریم، از ماه رحمت، از ماه مغفرت. آخر این دهه، اولی دهش یعنی رحمت و دهه دیمش مغفرت و آخرانش چی؟ آزادی و دوری از آتش است. برای همین برادران عزیز این فرصت ها را استفاده ببرین. با کارهای نمیدونم تماشا کردن فیلم و با یگان بازی دیگه مشغول شدن تا بگشتن یا را سپری نکنید که لحظه های طلایی اند. واقعا کاش که یک خداوند یک نفر این اجازت هم میداد که برای ما برسانه که برادرها همه کاراتون رو بمونین در این وقت فقط طاعت عبادت کنید که درجه و منزلتش در نزد خداوند این روزا را خیلی بالا است. شروع میکنیم با دوام قصه دیروزگینه بلال ابن رباح. یک کمی از اول قصه شروع بکنیم تو شاید که برادرایی که دیروز نبودن امروز برای اونا چی بشه و یک معلوماتی درباره حضرت بلال داشته باشن و برادرایی که اگر معلومات داشته باشن با یک بار دیگه تذکیر میشه و ان شاء الله که صبر کنن گوش بکنن. بلال ابن رباح یک غلام حبشی بود که قد بلند دراز داشت، لاغر بود، موی سری درشت داشت. اصلا موی سری افریقایی معلوم است که به مانند موی سری ما برین شانه کردهشان خیلی قینه، شانه های مخصوص دارن. یک غلام حبشی بود. بعدا در مجلس های قومش که میشیش درباره پیغمبر علیه السلام شنیدید که مردی بسیار نکوکار است، مردی راستگو است، اما این روزهای اخیر دعوا میکنه که ما پیغمبرم. همه حیران میشیدن که این در حیاتش دروغ نگفته است، در حیاتش یگان خیانت نکرده است، بسیار آدمی پاک و تازه بود. چرا یک باره دعوای پیغمبری میکنه؟ بسیار عجیب است. وقتی که این وصفاش از حضرت بلال شنوید در حال از پی جستن پیغمبر علیه السلام شد و پیغمبر علیه السلام دریافت و به اسلام نائل شد. وقتی که این اسلام آوردنش مشرکا فهمیدن خیلی غضبناک شدند و از جمله امیه ابن خلف گفت که مشکل نداره، شما بسیار چی میگن داد و فغان نکنه، این همین فردا تا بگه ما این از دینش میگردانیم. خیلی که دیروز گفتیم امیه ابن خلف یک روز تا بگه با تمام بدترین شکل‌ها عذابش داد، اما به هر حال حضرت بلال از دینش نگشت، بیگانی کشید، در گردنش بند کرد، در دست کودکا داد که حضرت بلال در کوچه ها بگردانند مثل یک حیوان برین و میگرداندن و مسخره میکردن. اما حضرت بلال از دینش نگشت و از عقیدش نگشت. روز دیگر اومدن عذاب‌تر زیاد دادنش، بسیار حضرت بلال عذاب سخت دادن، شکنجهش دادن. اما حضرت بلال فقط یک گپ داشت، احد میگم، یعنی خداوند یکه و یگانه است، خداوند یکه و یگانه است. بالاخره حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه آمد یک روز دید که حضرت بلال بسیار عذاب میتین و امیه ابن خلف گفت که از این که تو زیاد عذابش میتی میم بره، بیا از خوبش که من ایره بخرم. اونا اصلا که تاجر بدن ایره حس کردن که اگر مورم و یکم فایده نمیکنیم خوبترش که ایره فروشیم. با یک مقدار سوم گفتن او پول دادن که حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه و حضرت بلال از امیه ابن خلف نجاتش دادن. وقتی که حضرت بلال نجاتش دادن امیه ابن خلف گفت که ای ابوبکر، این غلام حبشی، این غلامی که به هیچ ارزش نداره، اگر یک درهم هم میگفتیش، مثال یک نامی او همون وقت پول فراموش کردم، اگر میگفتی من را برای تو میفروختم، یعنی که هیچ قدر قیمت نداره.
حضرت ابوبکر گفت قسم به خدا اگر 100 همون نوع تنگه دیرهم بود چی بود، اگر همون 100 تنگه طلایی میگفتی برای بلال من میدادم. ای کاش تو بدونی که بلال در نزد ما چقدر قدر داره. وقتی که حضرت بلال مسلمان شد، خرسندی مردم، خرسندی مسلمان ها حد و کنار نداشت و شروع کردن. حضرت بلال یکی از 10 نفری بود که اول به اسلام نائل شده بودند. خیلی لحظه دشوار بود. 13 سال حضرت بلال تمام این رنج مشقت ها را تحمل کرد. درست بود که حضرت ابوبکر و عمر و مصعب و اینا بودن رضی الله تعالی عنهم، اما یگانه نفری که پشت و پناه نداشت، قبیله نداشت، هیچ کسی نداشت که از او دفاع بکنه، حضرت بلال ابن رباح بود. بعدا حضرت بلال ابن رباح بعد با همراه پیغمبر وقتی که هجرت از طرف خداوند امر شد، اینا امر کردن به مدینه رفتن. بعد در مدینه همراه پیغمبر علیه السلام زندگی را شروع کردن. در همون جا بود که 5 وقت نماز فرض شد. خب نماز 5 وقت فرض شد و باید یک نفر مسلمان‌ها را، چه خیلی که بعدا یک نفر صحابه خواب می‌بینه و پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل نماز تعلیم می‌دهد و این یک دیگر قطعی چی میگن به یک دیگر تقویت میبخشند و از اون چخیل شروع شدن شد و پیغمبر علیه السلام چی میفهمونند. بعدا پیغمبر علیه السلام یک نفر در کارش میشود که از آن بتیه، یعنی همون کلمه‌ای که الله بزرگ است و شهادت میدیم که بجز الله کسی دیگری معبود دیگری نیست و پیغمبر فرستاده اوست، به سوی نجات بشتابید، به سوی نماز بشتابید. این سخن‌ها را باید کی بگه؟ البته از بلال ابن رباح دیده در این سخن‌ها مشقت و عذاب سخت‌تر کسی دیگر ندیده بود. 13 سال بلال ابن رباح به خاطر همین گپش که الله یک و یگانه است عذابش میدادند، تحقیرش میکردند و پیغمبر علیه السلام امر کرد که بلال ببرای همین اذان بگه. بلال ابن رباح از همون روز شروع کرده اذان تیر سر کردن. اولین مؤذن پیغمبر علیه السلام بلال ابن رباح بود تا اون شد غزوه بدر. در غزوه بدر پیغمبر علیه السلام اولین شعار اسلامی در جنگ ها شعار حضرت بلال ابن رباح است. امیه ابن خلف نمیخواست بیاید، چه خیلی که ما دیروز گفتیم یکی از مشرکین نامش اگر خطا نکنم عتبه نام داشت، او را مجبورش کرد که در جنگ اشتراک کنه، ناعلاج دیگه در جنگ اشتراک کرد. خب بعدا پیغمبر علیه السلام اعلان کرد که شعار جنگ امروزه ما احد احد، یعنی الله یک و یگانه است، الله یک و یگانه است. وقتی که این را شروع کردن امیه ابن خلف در حال فهمید، گفت همون غلامی که ما تحقیرش میکردیم، عذابش میدادیم و بدترین الفاظ بد به نسبت او استفاده میبردیم، همون داره چی شعار همون بلال حبشی، همون یعنی غلام حبشی را این مسلمان ها چی دارن همین شعار پرتابی کرده هستند. خب غزوه شروع شد، مسلمان ها قدم به قدم پیروز شدند و امیه ابن خلف وقتی دید که دیگر راهی دیگر نیست که مسلمان های زیاد به غرض از بلال ابن رباح مسلمان های زیاد عذاب و مشقت داده بود. در عذاب دادن و اذیت دادن پیغمبر علیه السلام او را سهم داشت. بعدا چیکار کرد؟ عبدالرحمن ابن عوف گفت که برای ما پناهندگی بده، یعنی به پناه خودت بگی. عبدالرحمن ابن عوف هم این کار کرد، اما بلال آمد بالاخره با همراه جمعی از مسلمان ها گفتن اینجا میدان جنگ است، حالی جنگ تمام شدگی نیست، ایرا ما اسیر گرفتگی نیستیم، ایرا ما در میدان جنگ یافتیم و حضرت بلال او را به قتل رساند و بالای سر او رفت و همون کلمه هایی که در گرما و در رگای تصفان مکه عذاب میداد بلال ابن رباح، همون کلمه ها را با آواز بلند گفت که احد احد. بعدا دیگه پیغمبر حضرت بلال تا اخیر عمرش در راه خدا مبارزه بود و در همین راه بر جان به شهادت سپارید. زمان پیغمبر علیه السلام به پایان رسید. بلال ابن رباح مؤذن پیغمبر بودند. بعدا زمان حضرت ابوبکر شد
و بعدا زمان حضرت عمر. در اینجا یک تاریخ نویسا یک اختلاف دارند. بعضی ها میگن که در زمان حضرت ابوبکر از سوی شام رفت حضرت بلال، بعضی ها میگن چی در زمان حضرت عمر. اما در زمان حضرت ابوبکر اگر بگیریم، طبق این روایت حضرت بلال وقتی مردم به جهاد دعوت میکنه در شام، خودش نزد حضرت ابوبکر میاد میگه ابوبکر من مردم دعوت میکنم اما خودم چی؟ بعد حضرت ابوبکر میگه بلال به تو احتیاج داریم، تو همینجا بیست برای ما مؤذنی کن. حضرت بلال میگه نه، من از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم که میگفت بهترین کاری که انسان در دنیا انجام میده جهاد است، در راه خدا هست، برای همه را اجازت بده من برم از سرزمین شام. وقتی که حضرت ابوبکر باز تکرار کرد که نه در نزد ما بمان، حضرت بلال گفت ای ابوبکر اگر تو مرا خریده باشی تا اینکه در سر من حکم فرما باشی، پس من هر چیزی که بگویی گوش میکنم. نه که اگر مرا خریده باشی به خاطر خدا آزاد کرده باشی، پس مرا بگذار به شام برم. بعد حضرت بلال به شام رفت. یا اینکه به قصه دیگه که در زمان حضرت عمر از حضرت عمر اجازت پرسید تا به شام، به سرزمین هایی که مردم به مقاومت و جهاد مشغول بودند در او سرزمین ها بپیوندند. بلال ابن رباح هر روز و هر وقت در نزد مسلمان ها درجهش و منزلتش بالا رفتن میگرفت. قدر و قیمتش، احترام مردم نسبت او خیلی زیاد بدن، خیلی مردم دوستش می‌داشتن. اما حضرت بلال همون سخنش تکرار میکرد. من بلال حبشی، من یک غلام بلال، من بلال حبشی هستم، که دیروز من غلام بودم، خداوند به نعمتش، خداوند به نعمت اسلام مرا مشرف گردان، من مسلمان شدم. یک روز حضرت بلال همراه برادرش به خواستگاری می روند، خانه یکی از صحابه. بعدا در اونجا میگن که ای فلان، ما آمدیم که دختری تر خواستگاری کنیم. من بلال ابن رباح یک حبشی هستم که پیش غلام بودیم و برادرش، هر دی ما غلامای حبشی هستیم که پیش از اسلام ما غلام بودیم و خداوند ما را با شرافت اسلام از غلامی آزاد کرد. یعنی هر کجای میرفت هر سخنی میگفت، همین گپ تکرار میکرد. میگفت که ما یک بنده سیاه پوستی حبشی هستیم که پیش غلام بودیم و خداوند ما را آزاد کرد. هیچ وقت کبر و غرور نمیکرد. حضرت بلال بالاخره شام سفر کرد و در شام در تمامی غزوه‌ها، در تمامی مبارزه هایی که با دشمنان مبارزه بودن با مشرکین، حضرت بلال اشتراک کرد. روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شام می رود و از شام دیدن میکنه. صحابه های زیاد از حضرت عمر خواهش میکنن که یک کاری بکن که حضرت بلال راضی بکن تا برای ما یک بار دیگه اذان بده. حضرت بلال بعد از وفات پیغمبر اذان دیگه نمیگفت. میگفت وقتی که همین شهادت میدیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله میگم، وقت زمان همون فکرم در همون جا میره، دیگه من خودم کنترل کرده نمیتونم. آب چشماش جاری میشه و قرتقش میگیره، دیگه از غم و اندوه دیگه کلمه های دیگه تکرار کرده نمیتونه. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم چی کار کرد؟ از حضرت بلال خواهش کرد که یک بار دیگر برای ما اذان بده. وقتی میگه حضرت بلال اذان تمام صحابه‌ای که در گرد اطرافش بودن، که همراه پیغمبر علیه السلام زندگی کرده بودن و در این اذان بلال میگفت اونا در فضای مسجد، در حولی مسجد همراه پیغمبر بودن، انتظار نماز بودن، همون خاطرها رفتن. دیگه مردم با آواز بلند گریه میکردن، دیگه خودشون کنترل کردن نتونستن. میگن گویا که پیغمبر علیه السلام از سر نو زنده شد. وقتی که بلال اذان داد خیال کردیم که پیغمبر علیه السلام از سر نو زنده شد. بسیار یک احساسات خیلی خوب برای صحابه بود. از همه زیادتر حضرت
عمر رضی الله تعالی عنه گریه میکرد و حضرت بلال هم در سرزمین های شام جان به حق سپاریدن. در یکی از شهرهای سوریه دمشق اونا به خاک سپاریدن. اون مردی بزرگ، اون مردی شجاع، اون مردی جسور، اون مردی نمونه عبرت بر تمام مسلمان تا روز قیامت در اونجا خوابیده است. باشد که پیغمبر علیه السلام ذره از ایمان، تقوا، پرهیزگاری استوار در راه حق برای ما نصیب کرده باشد. انشاءالله که فردا قصه دیگری که ما میخوانیم عبدالله ابن عمر است، مجتهد و عالم دین. درباره او فردا صحبت میکنیم انشاءالله. هر کس که وقت داشته باشند مرحمت بدارند فردا ساعت 6 با وقت آلمان و ساعت 7 با وقت مسکو انشاءالله صحبت میکنیم. باقی همه شما در امان خدا می سپاریم. خداوند همه شما را نگهبان باشه، طاعت و عبادت ها قبول و دعا را فراموش نکنید. دعا را فراموش نکنید در حق تمامی مسلمانای روی دنیا، اون مسلمانایی که الان زیر ظلم قرار دارند، در حق اونا را هم دعا بکنید. خداوند تمامی مظلومین از زیر ظلم آزاد بکردن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.